سلام به شما عزیزان و همراهان عزیز. من صبا هستم و اینجا صبا مدیا. اگر بهتون بگم که شما فقط با داشتن یک سرور ایران میتونید کاری کنید که خودتون، خانواده‌تون، آشناهاتون حالا یا اطرافیانتون به اینترنت دنیا وصل بشن و واسه خودتون با سرور ایران یه فیلتر شکم بسازید، خب چی میگید؟ ویدئوی امروز رو حتما ببینید. ما فقط با استفاده از یک سرور ایران میخوایم که به اینترنت جهانی وصل بشیم و برای خودمون و خانواده‌مون و اطرافیانمون کانفیگ بسازیم و در اختیارشون قرار بدیم تا به راحتی و بدون دردسر و با سرعت فوق‌العاده به تمام سایت ها و پلتفرم های جهانی متصل بشن. با من همراه باشید تا این ویدیو رو ببینیم که چی کار میکنیم. فقط نکته‌ای که هست اینه که با دقت تا آخرش رو ببینید و هیچ جا رو از دست ندید چون به مشکل برمیخورید. من برای تست خیلی مشکلات عجیب غریبی برخوردم، پس شما هم حواستون باشه و ردش نکنید. بریم ببینیم که چی کار باید کرد. خب ما برای این کار به یک سرور ایران احتیاج داریم که من از ابر ماهان گرفتم. ابر ماهان ویژگی هایی که داره اینه که سرعت بسیار بالایی داره، آپ تایم 99% و خدمتتون عرض کنم که آنتی تحریمه و به راحتی همه اسکریپت رو به راحتی میتونید روش ران کنید بدون نگرانی از تحریم و آپلود رایگان داره و قیمت بسیار مناسب و از همه مهمتر پورت 1 گیگابایتی داره دیگه و شما میتونید ازش به راحتی و با سرعت بالا وصل بشید. فقط نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، چون این کار یه روش کاملا متفاوتیه، ما یه مقدار به منابع بالایی احتیاج داریم. اگر تعدادتون کم و خودتون خانواده هستید، همین سرویس پایش خوبه که 30 گیگ میده، کافیه، 2 گیگ رم میده، 500 گیگ هم که ترافیک دریافت میده، ارسالش هم که رایگانه و حالا با اینا که مشخصا هست، خیلی جالبه که ریبوت و ریبیلد و اینا همه رو با یه دکمه انجام میدید تو چند ثانیه و قیمت خیلی مناسب. یعنی مثلا شما با یک هزینه کم، نصف تقریبا هزینه یه سرور خارجی، میتونید سرور خوبی داشته باشید ولی با سرعت عالی. 4 گیگ رم رو بهتون پیشنهاد میکنم که 580 تومنه در حد یک سرور خارجی که با 1 گیگ رمه و امکانات فوق‌العاده دیگه، 800 گیگ دانلود و بقیه منابع که من چون روی این تست گرفتم باید ریبیلدش کنم و بعدش هم یه سری کدها رو داریم اینجا که توی چند مرحله ما این کار انجام میدیم. یعنی اول میایم پنل گرافیکی رو نصب میکنیم و بعد میریم کارهای بعدیش رو روی پنل گرافیکی ادامه میدیم و پنل صنایع رو هم نصب خواهیم کرد و کل این فرآیند رو انجام میدیم و حالا بهتون میگم که چیکار باید بکنیم در ادامه. خب دوستان، ما سرورمون رو ریبیت کردیم و دیگه خاموش کردم. حالا میریم به سرورمون وصل بشیم. فقط من اینجا پسورد جدید رو بدم به EasySSH و اینجا هم سیو کنیم و حالا کانکت رو بزنیم تا متصل بشه. خب وارد شدیم. حالا من اینجا
کلیر رو میزنم و بره. خب طبق معمول آپدیت و آپگرید رو میزنیم. اول آپدیت رو میزنیم که این سریع انجام میشه و آپگریدش یه مقدار طول خواهد کشید که اونو پاز میکنم و وقتی که تموم شد دوباره برمیگردم براتون. این دوتا دستور رو حتما باید اول کار انجام بدیم. خب من ویدیو رو پاز میکنم تا آپدیت و آپگرید تموم بشه. خب آپدیتمون تموم شد، بذار آپگرید هم بزنیم. من تهش یه دستور منهای یعنی داش وای هم اضافه میکنم که خودش دیگه همه جا یه سال رو اوکی کنه. اشتباه نمیشم، آپگرید باید باشه. من دوباره نمیشم آپدیت. آپگرید داش وای اینو میزنیم و پازش میکنم تا تموم بشه، چون یه مقدار زمان میبره، من باید صبر کنید. دوستان یه نکته هم اینجا بگم، هر وقت در فرآیند آپگرید به اینجا رسیدید اینو بیارید روی گزینه اول و اینتر رو بزنید تا انجام بشه. یعنی باید روی این گزینه باشه و بعد از اون صبر بکنید تا پایان برسه. بعد یه پیام دیگه هم میده مربوط به کرنل، همینجوری اینتر بزنید تا به ادامه نصب ادامه بده دیگه. خب آپگرید و آپدیت ما به پایان رسید بالاخره و ما اینجا کلیر رو میزنیم و حالا میریم دستورات رو انجام بدیم. این هم یه دستور تقریبا طولانیه برای نصب اوبونتو دسکتاپ. همونطور که میدونید سرور دسکتاپ نداره، هر جام که هست وای میزنید. دسکتاپ نداره و بر اساس ترمیناله، همون کاری که الان دارم انجام میدم. حالا ما میخوایم یه دسکتاپ مثل لینوکس خودم که الان روی کامپیوتر خودم هست و گرافیکیه نصب کنم، که البته لینوکس لپتاپ منم بر اساس اوبونتو، یکی جدیدترین دیستروهای لینوکس که حالا یه روز یه ویدیو برای این درست میکنم و کیف کنید. یعنی اونایی که عشق ویندوزن ولی ویندوز براشون سنگینه برای سیستمشون، یا دوست دارن ویندوز 11 داشته باشن و نمیتونن، میتونن این دیسترو رو نصب کنن که با حداقل امکانات هم کار میکنه، حداقل 2 گیگ رم و فوق العاده است. حالا من اینجا پاز میکنم تا دوباره نصب اینم به اتمام برسه، بریم برای مرحله بعد نصب. خب دوستان به حول قوه الهی نصب سیستم عاملمون هم تموم شد. حالا بریم باید یه دونه ریموت دسکتاپ هم بسازیم و ببخشید دسکتاپ منیجر رو نصب کنیم و من اینجا الان اینو میزنم، این کدو شروع میکنه به نصب دسکتاپ منیجر. و منتظر میمونیم این مرحله به پایان برسه. ببینید اینجا حتما گزینه لایت دی ام رو انتخاب کنید، یادتون باشه حتما لایت دی ام رو انتخاب کنید تا براتون نصب کنه، وگرنه کلا به مشکل برخواهید خورد در ادامه. اینجا هم اوکی میکنیم و اینجا هم بازم اوکی و به پایان میرسه. حالا میایم سرویسش رو استارت کنیم
و بعدش میایم چیکار میکنیم؟ این سرویس رو ببخشید اولی رو نصب کردیم و حالا استارت میکنیم. خب اینم از این. حالا ما میخوایم ریموت دسکتاپ منیجر رو نصب کنیم. با این دستور میریم برای نصب ریموت دسکتاپ و مراحلش رو به ترتیب دستورات میدیم. و اینجا اوکی رو میزنیم و بازم این و تمام. حالا میایم اینو میدیم اینجا. ببینید اگر اینجا شما به مشکل خوردید یا مثل من همینجا گیر کردید، یه کنترل سی بزنید میایید بیرون تا حالا بریم ببینیم که اینجا چک کردیم که سرویس ما درست نصب شده یا نه، که اینجا با رنگ سبز برای من نوشته اکتیو رانینگ و تستمون هم یعنی بررسیمون هم درست بوده. حالا میریم مرحله بعد و خدمتتون عرض کنم که سرویس هاشو ران میکنیم و حالا سرویسش رو ریستارت میکنیم که اوکی بشه. خب بعد از اینکه این کار کردیم باید از SSH خارج بشیم و سرورمون رو یه بار ریستارت کنیم. در واقع این میزنیم اینجا فعلا بره پایین و اینجا میایم و راه اندازی مجدد سیستم رو توی سرور ابر ماهان ران میکنیم. امیدوارم سیزن هم تموم نشده همینجوری نموده باشه و سریع تموم بشه. خب ماشین ما هم راه اندازی شد و کار نصب دسکتاپمون به پایان رسید. حالا باید به ریموت دسکتاپ وصل بشیم دیگه، با SSH نمیتونیم وصل بشیم. از این لحظه ما با ریموت باید وصل بشیم. حالا بچه‌هایی که ویندوز دارن که خب برنامه ریموت دسکتاپ رو دارن، ولی عزیزانی که مثل من لینوکس دارن این برنامه رو نصب کنن. رمینا خیلی عالیه و من نمیدونم این برای چی اولش پسورد میخواد. هر پسوردی هم میدم قبول نمیکنه. منتظر میمونیم که رمینا لود بشه. خب این رمینا رو من میارم اینجا فقط چون پسوردم عوض شد. ببینید دوستان توی خدمت از کام رمینا ما اینجا یک علاوه رو میزنیم و RDP رو باید انتخاب کنید، ریموت دسکتاپ پروتکل، و اینجا هم یک گروه بهش میدید. حالا هر اسمی دلتون میخواید گروه بندی کنید. اینجا IP سرور، یوزرنیم سرور و پسورد سرورتون رو بهش میدید و سیوان کانکت رو میزنید. چون من قبلا این کاری کردم این پنجره رو میبندم. فقط تنها کاری که باید بکنم اینه که روش کلیک راست کنم، ادیت کنم و پسورد جدیدم رو بهش بدم که اینجا من سیو کردم. اینجا پسورد سیو اند کانکت کنسل
و میاد اینجا یس رو میزنیم و برای من هی پسورد میخواد. الان وارد محیط گرافیک سرور ایرانمون میشیم. یه مقدار زمان میبره، بله، و همونطور که میبینید الان میزنیم اینجا استارت ستاپ، نکست، نکست و به پایان رسید و تبریک میگم، ما به این دسترسی پیدا کردیم به نسخه دسکتاپ. هر وقتم که میخواین برنامه ران کنید اکتیویتیز رو میزنید و اینجا برنامه مختلف هست. مثلا ما الان به ترمینال نیاز داریم دیگه، با SSH نمیتونیم کاری انجام بدیم، هر کاری بخوایم بکنیم اینجا. البته چون این الان گرافیک نداره و رم 2 گیگه یه مقدار لگ میزنه. اینترنت ما هم که مزید بر علت. ببینید عزیزان، تو مرحله دوم ما اول میتونیم یک کانفیگ وارپ آن وارپ بسازیم و همون روشی که من آموزش داده بودم. تو لینوکس هم مثل ترموکس عمل میکنه که ببینیم آی پی میگیریم و دوتا وایرگارد میسازیم و اینا، ولی لزومی نداره. من اینجا از اکانت اوتوش استفاده میکنم، از کد اوتو استفاده میکنم که خودش اتوماتیک کد میگیره و تمومه، ما همینو میخوایم. و یا اینکه البته اگر وارپ آن وارپ بخواید که با چیز باشه میتونید، ولی حالا من میخوام فقط یه وارپ بذارم، با اون یه آزمایش بکنیم ببینیم چی میگه، چه نتیجه‌ای به دست خواهیم آورد. البته فکر کنم که با وارپ بریم احتمالاً دسترسی به برخی از سایت ها رو نخواهیم داشت. حالا امتحان میکنیم، اگر نبود وارپ هم وارپ میکنیم. پس من آموزش ساخته نمیدونم، اکانت و اینا رو میذاریم کنار، فقط یه دستور است که میتونیم یا آی پی تمیز هم بگیریم داشته باشیم که بد نیست. میه مرحله دوم کانفیگ میسازیم با آی پی تمیز. من فقط این دستور آی پی تمیزش رو میگیرم و میام اینجا. ببینید توی ترمینال لینوکس، اونایی که لینوکس کار میکنن میدونن دیگه، مثل SSH نیست، باید پیست کنیم. خب اینجا ما یک رو میزنیم و دوباره یک، یعنی آی پی 4، یعنی به زبان چینیه. الان میگنده آی پی تمیزی پیدا میکنه برای این سرورمون. خب این چند تا رو داد، من همه اینا رو کپی میکنم نگه میدارم، شاید به دردمون بخوره، چون از این سرور میخوایم استفاده بکنیم، به هر حال بد نیست داشته باشیم. و میام اینجا پیستش میکنم. حالا ما با اون چینیاش کاری نداریم. خب حالا مرحله بعد باید چیکار کنیم؟ هیدی فایل رو نصب کنیم. خب تا اینجا ما آی پی گرفتیم، دسکتاپمون رو نصب کردیم. حالا تو این مرحله قبل از ادامه کار میخوام پنل صنایع رو روی لینوکس هم نصب کنم. خب پس من میرم روی مرورگرم و بذارید مرورگر رو انتخاب کنم، آلت تب و مرورگر. خب اینجا ما سرچ میکنیم 3x UI پنل، یعنی اینو ما جستجو میکنیم و میریم تو گیت هاب صنایع و
میایم پایین و اینستال ان آپگرید، اینو تیکشو میزنیم و کپی میکنیم و برمیگردیم توی پنلمون، مینیمایز میکنیم، میایم توی ترمینال و پیست و اینتر رو میزنیم تا پنل صنایع کامل نصب بشه. من پاوزش میکنم و بعد دوباره ادامه میدیم. خب اینجا هم پنل صنایع رو نصب کردیم و کارش به پایان رسید. حالا بریم مرحله بعد که یه مقدار حساس و دقت میخواد برای راه اندازی هدیفای. خب حالا میریم برای نصب هدیفای. نصبش یه راه حل ساده داره. ما اینجا هدیفای نکست رو اینجا سرچ میکنیم، خودش آورده. روی لینوکس خودم این کار میکنم که راحت ترم و میریم توی هدیفای نکست و خب حالا که لود شد میریم توی ریلیزش و اینجا 16 و 16 الان آخرین نسخه است. ببینید ما این نسخه رو میخوایم، دب پکیج x64 رو میخوایم، کپی لینک رو میزنیم. البته توی لینوکس من کپی لینکه و توی ویندوز بگم سیو از لینک باشه یا همچین چیزی و میریم توی لینوکسمون و اینجا این دستور رو می نویسیم wget و آدرس رو پیست میکنیم و برای ما دانلود میکنه هدیفای رو. خب حالا من این اسم فایل رو کپی میکنم اینجا و حالا این دستور رو می نویسم برای اینکه اشتباه نکنم. dpkg -i و حالا خب این رو میزنم و شروع میکنم به نصب هدیفای به همین سادگی. خب الان توی اکتیویتیز که بزنم اینجا بریم تو برنامه ها، هدیفای برای ما اومده اینجا و اجراش میکنیم. منطقه ایران اینم خاموش میکنم، شروع رو میزنم. حالا ببینید ما الان میتونیم از وارپ استفاده کنیم، میتونیم از وارپ هم وارپ استفاده کنیم. من اولش خود وارپ رو امتحان میکنم ببینم که ترکیب وارپ با وارپ خود داخلیش چه جوابی به ما میده و وارپ خالیش چه اتفاقی میفته و حالا بریم ببینیم دیگه. ببینید من اول به اینجا چندین کد آماده کردم که بذارید بیارمش تو این آخرین. ببین اینجا یه کد وارپ دستی ساختم، لازم هم نیست از روش های پیچیده وارپ شخصی و اینا استفاده کنید. همون خدمت رو عرض کنم که وارپ چیزو گرفتید، آی پی تمیز وارپ رو گرفتید، بیارید اینجا کدش رو درست کنید و افزودن از کلیپبورد و اینجا من اسمشو تغییر میدم
میذارم اس مدیا وارپ. فقط یه نکته رو باید قبل از روشن کردن و فعال کردن هدیفای دقت کنید، یعنی الان این کار نکنید و به این نکته خیلی توجه کنید، اینجا خیلی مهمه. خب توی تنظیمات کانفیگ برید و اینجا حالت سرویس رو بذارید فقط سرویس پروکسی، یعنی از سرویسش میخوایم استفاده کنیم. پورتش هم یادتون باشه 2334 و میریم اجرا میکنیم. خب من میبینید که به راحتی وصل شدیم. فقط نکته ای که باید رعایت کنید اینه که خدمتتون عرض کنم که اگر سرورتون ریستارت شد دوباره باید بیاین کانکت بشین و رانش کنید و بعد میتونید اینو پیش‌فرض روی مین بذارید یا اوتو، که من روی مین میذارم که همیشه روی آلمان باشه. ببین چه پینگی داده 197 زیر 200. اینجا این کانکشن من الان کانفیگ من پینگ داده به همین سادگی. خب ما دیگه با این کاری نداریم، من اصلا اینو میبندم. میریم برای XUI مون. من اینجا یه دامنه وصل کردم به آی پی مون و اینو میذارم اینجا و چون میذارم وارد پنل بشیم. خب یوزرنیم، اگر دوست داشتید میتونید برید سرتیفیکیت و اینا هم بگیرید که حالا توی حوصله این آموزش نیست. خب ما الان اینجا فقط باید بریم توی X-Ray Config و توی اوتباند و این دوتا رو حذفش میکنیم. اینجا یه اوتباند رو میزنیم، اینو میذاریم روی HTTP، اینجا یه اسم یا هر چیزی که مثلا میخوایم میذاریم و اینجا 127 در واقع لوکال هاستمونه نقطه 0.0.1 رو میزنیم. پورتمون پورت هدیفای میشه 2334 و اد اوتباند رو میزنیم. حالا میریم روی اوورویو، نه ببخشید اینباند و یه هرچی که دلمون میخواد میزنیم ایران مثلا وارپ، مثلا ایران وارپ 1 و یک کلاینت هم من اینجا ایجاد میکنم سبا PC 1 مثلا و اینجا ویلس باشه، پورتم هرچی دلتون میخواد باشه. مثلا من به این سبا 50 گیگ چیز میدم، حجم میدم و اینم روشن میکنم و TCP باشه هرچی که دلتون میخواد دیگه، هیچ چیز تغییر نمیدیم. TCP و gRPC ولی TCP بهتره. ما تمام. حالا میایم اینجا این کپی. اول میخوام تو هدیفای تست بگیرم و بعد توی مثلا حالا میایم تو نکوری من هدیفایمو ببندم قطع کنم و میریم توی نکوری. خب دوستان من یه اشتباهی کردم و اینکه اوتباند ساختم سیو و ریستارت رو نکردم، بخاطر همین تنظیماتش از دست رفت. پس دوباره میام این کار میکنم، برای همین میگم دقت کنین و برای همین بود که وصل نمیشدم. IR
مثلا ماهان مثلا، یا آی آر وارپ اسمش میزنم آی آر وارپ و آدرس لوکال هاسته. آفرین به لینوکس، خودش اینا رو پر کرده. ادین باند، یادتون باشه سیو و ریستارت ایکس ری رو میزنید که موفقیت آمیز بود. حالا میریم توی نکوری و نکوبا ایدیفای تست میگیریم. حالا ببینیم توی نکوری اگر وصل بشیم چی جوری میشه، جواب میده یا نه. خب بله، استارت و سیستم پروکسی. و حالا بریم فیسبوک رو ببینیم باز میکنه. خب باز نکرد و من فکر کنم که دوستان مشکل از مرورگر من بود که باز نمی‌کرد و الان توی مرورگر خام، یه پروفایل خام اچ باز کردم، میبینید که اوکی شده و با سرعت عالی. یعنی الان من این ویدیوها رو بزنم میبینیم که چقدر راحت باز میکنه و آخرین ویدیومو براتون باز میکنم. دارید که آیپی اصلا شده. اگر لحظه ای که کار نمیکنه و فوق‌العاده است و به شما پیشنهاد میدم که اگر سرور ایران دارید دیگه لازم نیست سرور خارج بخرید، از همین روش استفاده کنید و لذتش رو ببرید. لینک خرید سرور مجازی ایران هم در دیسکریپشن میذارم، برید از ماهان ابر ماهان بگیرید و از سرعت خوبی که داره، یعنی الان من اینجا پینگ 259 گرفتم و چک آی پی هم که بزنم آی پی آلمان رو به من میده. خب امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید و استفاده ببرید. تا آموزش بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید.